علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، الحمدلله که جو مکن برای جای حجامه بسیار برادران زنگ میزنن که ادرس اون جای به جا بیاییم. یعنی متاسفانه در هر یک زنگ شما جواب داده و در سابشن شما جواب داده نمیتونم. در همینجا رقم هایی که میبینین، نمره واتساپ و نمره تلفن میتونین که نپریمو زنگ بزنین. انشالله که ادرس میکرورایون پیرومایا دوم 29. انشالله که ویدیو رو تا آخر تماشا کنین. انشالله که میبینین از دستانفکه چه خیلی میبرین، چه خیلی میبینین، همشه کوتاه کده انشالله که فهموندگیم میتونین که انشالله که ببینین چه خیلی آمدن در کار، همش گفتگی. انشالله که یک هفته اولی ما هر شخصی که انشالله که حجامه میکنه پلس حجامه کردنشان یک تحفه قرآن، یک قرآن کریم برای اونها تحفه داده میشه. یک هفته از روزی سه شنبه تا روزی بازار انشالله که هر شخصی که یعنی حجامه میگیره براش یک تحفه قرآن داده میشه. با اون خاطر انشالله که کدامت که حجامه گیرین انشالله که همین هفته اسپید کنین بیاین و هم انشالله که از تحفه یکی از بهترین تحفه ها این قرآن کریمه که در قرآن کریم همه چی وجود داره. با اون خاطر انشالله که اسپید کنین. ادرس ما میکرورایون پیرومایا دوم 29. انشالله که برادرها در خدمت هستن. برادرها هر دشت میدیکن انشالله علم مدیسین با خبرن، هم دکترن. انشالله که یگان کسی با اکل مکل کردن در کار باشه میتونین که بیاین. انشالله که برادرها خدمتتون میکنن. باقی در امان الله. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، الحمدلله که روز ما یعنی جای حجامه را شدیم. در این اتوبوس ای مترو شال که واسور میشه به طرف بلاشخ میکرورایون پیرومایا. انشالله من در کنیشکش نه پیش اینمی دکانای نه تاش باوش فروکتی خلاص یوم جمع فروی اینجا کلسواه این کلسواه که میفروی برامدین صراحه میگذری این خیلی که میبینین انشاءالله. راه که گذاشتی طرفی دستی راست تو میخری دایم بلند دادین و پیش هم میگذارین. اونجا اپتیک های پیش اپتیک میرین انشاءالله. در پیش اپتیک دست چپ تو میخرین از باوجه رو برین. از طرف دست چپ اینی خیر گریل اوش فروکت میشه و اونه میستینه اینجا دامی بلند انشاءالله که خیلی که میبینین. اینها اونها کنیشکه استانفکه اینی خیلی میبروین آرامونه спокойно смело انشاءالله که خیلی. اینها میبینین اونجا ماگنیت های اپتیکه های بعد پیتورچکه های. این دویم بالنده که دیدین یه طرف دست راست میمونه، یه طرف دست چپ پیتورچکه. انشاءالله که هر دم اینها را میگذارین راست میرین. اینی دوم بلند که میبینین اینی پیش اپتیکه اینه و پیتورچکه. این دومش نه دوم دیگریش. اینها ماگنیت انشاءالله که میگذاری پیتورچکه گذاشتیم. کم که توریشتی هست شما خوندیم الحمدلله برامده. اینی دوم 29 میکرورایون پیرومایا دوم 29 میبینین انشاءالله. اینها در تنش با 29 نوشتگی او اونها دومی 29. این هسته که بلند سرخکه که میبینین. این خیلی انشاءالله باز درونی اونجا رفته ایسیم ولی پر را تیار نیست نه که به هر حال بسیار بد زنگ زیستن. هم خاطر خواستیم که آهسته آهسته تیارش کنیم. هم برادران انشاءالله که در خدمتشون باشیم. یعنی اینی وترینرنای کلینیک را میگذارین بعد اینجا کاردیولوگ کسمتولوگای نیشان میگذارین و اونجا красный میاد کریلیس نیستگین دبر انوایی بعد آرامونه آزاده منور انشاءالله که میگذاری. این گیموتست میگذاری
ان شاء الله که با قربی پلاکت زکاس میکنیم. پلاکت باید بیارن. نمیخیل جایی که سرخه که میبینین اونم اونجا ده های نمیخیل میبینین نیجا الیف کنستگی اینه باری انا هوای اومده نخیل لبا بریم انشاءالله که میتونیم بدروین دطور سرمو کندیتسنیره سلیارنا یکم نتا ایجا نیو این ایجا میدروی انشاءالله یکم در ریمون رفته سویسته انشاءالله که قریب شو بردیم این خلمه دارای این است ای هم مدیکای هم ای هم مد برات هم مد سسترا این خیل انشاءالله که اینجا جای ریسپشن شو اینجا جای ماستر موی این خیل انشاءالله که این جای تیور شده استایده انشاءالله تیوری اومدگی یکی باشه چشم کاشه بی میاو که وراستی اونم خیلی انشاءالله در خدمتیم هر شخصی که انشاءالله که طول یک هفته ده هر شخصی که جمع گیری میاد انشاءالله یک تحفه قرآن براشون پدر کرد باذن الله تعالی. اینی الف که همسایه مونه اینجا استماتولوژی بود کدام که دندوناتون در میکنه میتونین که بیاین. غرد يا شبل الإيمان غرد واصطح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصطح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان أبدا لا يعلوه كتاب أبدا لا يمحوه سراب أنزله رب وهاب رب تواب رحيم. خلاص يبكي الحمد لله. سنترا ويا سنتر حجامة إن شاء الله خير دعاكنا خدان موفق بگردونه جو مكان إن شاء الله که جور بخیر کنه و دعا باشین ان شاء الله که این رقم ها میتونین که ان شاء الله که با رقم ها زنگ بزنین 966 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.